علاقه منچستر یونایتد برای جذب ستاره‌های رئال مادرید. باشگاه منچستر یونایتد به دنبال جذب ادواردو کاماوینگا و اورلن شوامینی از تیم فوتبال رئال مادرید است. گفتنی است که مدیران یونایتد قصد دارند در پایان فصل خط میانی تیم را تقویت نمایند و به همین دلیل این دو هافبک جوان فرانسوی رئال مادرید را زیر نظر گرفتند. گفته می شود که هدف اصلی آنها پیدا کردن جایگزین مناسب برای کارلوس کاسمیرو است که احتمال دارد در پایان فصل از جمع شیاطین سرخ جدا شود. لازم به ذکر است که کاماوینگا با انرژی، قدرت و دوندگی بالا شناخته می شود، با وجودی که شوامینی بیشتر نیز به عنوان یک هافبک دفاعی قدرتمند و ستاره باور نکردنی شناخته شده است که جذب هر کدام از این بازیکنان می تواند خط میانی منچستر یونایتد را زنده سازد و برای فصل آینده نیز آماده شوند. حالا به نظر شما کدام بازیکن برای منچستر یونایتد گزینه بهتر خواهد بود، کاماوینگا یا شوامینی؟ نظریات خود را در کامنت با ما شریک سازید.